أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و شنوندگان محترم و خواهشمندان زبان عربی، الحمدلله که ما و شما 4 درس از کتاب العربیت بین یدیک گرفتیم و امروز برای شما خواهشمندان و برای شما طلبگاران زبان عربی درس 5 را پیشنهاد خواهیم کرد. درس 5 ما و شما از کتاب العربیت بین یدیک صحیفه 14 می باشد و کسانی که در نزدشان کتاب دارند پس صحیفه 14 را بکشاید و کسانی که این ویدیو را می بینند می توانند که به این نظر بیاندازند که در اینجا نوشته شده است که الوحدة الاولی، یعنی که بخش یکم. حالا ما و شما در بخش یکم هستیم. التحیة و التعارف، تحیه سلام کردن و تعارف شناسایی کردن، یعنی سلام کردن و شناسایی کردن. الدرس السادس، درس ششم. ما و شما در درس 5 هستیم، لیکن از کتاب در درس 6 رسیدیم، زیرا اینکه درس گذشته ما و شما 2 درس را 1 درس گردانیدیم. و در اینجا نوشته شده است که الاصوات و فهم المسموعی، یعنی که صداها و فهم مسموع، آنچه که شنیده می شود. اولا الاصوات، یکم درباره صوت ها صحبت میکند که حرفی خیده برای ما و شما بیان میکند. میگوید که التدریب، تدریب یعنی که تمرین، مشق. در اینجا میگوید استمع و اعید، گوش کن و تکرار کن. پس میگوید که خالدون، یعنی که تلفظ حرفی خ را چقدر با دقت باشید. میگوید که خالدون، خلیلون، خولتون، خدیجتون بخیرین. پس یک بار دیگر تکرار میکنیم. خالد، خلیل، خوله، خدیجه بخیر. پس این بود حرفی خ. حرفی خ را چقدر درباره تلفظش متوجه باشید. میگذاریم به مشق دوم. در مشق دوم میگوید که التدریب الثانی، یعنی که مشق دوم یا تمرین دوم، استمع و اعید، گوش کن و تکرار کن. گوش کن که برای چی میگویم، چی طور میخوانم، و اعید شما هم همچنین تکرار کنید. یکم حرفی خ و دوم حرفی کاف. خ و کاف فرق است بین این 2 حرف و در تلفظش. الحمدلله که ما و شما تاجیک ها در تلفظ حرف خ و حرف کاف مشکلی نداریم، اما دیگر ملت ها و دیگر زبان ها مشکلی دارن. برای همین خاطر این کتاب که کتاب بین المللی است، برای تمام زبان ها و هر ملت و هر انسانی که تعلیم گیرنده زبان عربی هست از این کتاب استفاده میبرد. از این حساب در اینجا این نازکی را همچنین گرفتگی هست. پس این کلمه ها را میخوانیم. ترجمه این کلمه ها برای ما حالا لازم نیست و تنها خواندن این کلمه ها را باید ما متوجه باشیم. پس در اینجا حرفی خ هست و حرفی کاف هست. پس حرفی خ قطعی میگوید که خر، حرفی کاف قطعی میگوید کر. یکم خر، دوم کر. و در اینجا نوشته شده است که خبیرون، خبیر. حرفی کاف قطعی کبیر، خبیر، کبیر. خسوف، کسوف. خانه، کان. خاویه، کاویه. پس ردی صف دوم حرفی خ و حرفی کاف. نخیره، نکره، مخره، مکره. فخاخ، فکاک. نخیر، نکیر. مخرم، مکرم.
و صف سیوم حرف خ و حرف کاف یا حرف خا حرف کاف. فخ، فک، مسخ، مسک، ساخ، ساک، مسلوخ، مسلوک، نسخ، نسک. پس این بود حرف خ و حرف کاف. و همچنین کسانی که حرفای عربی را خوب نمیشناسند یا خواندن در مشکلی دارند میتوانند که از اینها استفاده برند و دقت بتیان خواندن را همچنین بیاموزند و تعلیم بگیرند. میگذاریم به تدریب مشق سیوم. در مشق سیوم میگوید که استمع التدریب الثالث، یعنی که تمرین سیوم، استمع و اعید، گوش کن و تکرار کن. پس شما همچنین میتوانید که گوش بکنید و باز خودتون میتونید که چندین بارها این را تکرار بخوانید. چند بار گوش کنید و چند بار تکرار بکنید تا اینکه خوب متوجه باشید. پس در اینجا برای ما و شما حرف خ قطعی چند آیه های از قرآن را میآورد برای خوب خواندن، برای خوب تلاوت کردن و خوب خواندن. یکم آیت از سوره ضحی آیت 4 هست که الله تبارک و تعالی میفرماید وللآخرة خیر لک من الاولی. پس خوب متوجه باشید. وللآخرة خیر لک من الاولی. و دوم سوره نور آیه 26 است. در سوره نور الله تبارک و تعالی در سوره آیت 26 میفرماید که الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. پس الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. و سیوم سوره مریم. در سوره مریم می‌آورد که فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة. و سوره زمر آیه 2 میگوید فاعبد الله مخلصا له الدین، فاعبد الله مخلصا له الدین. و سوره زمر آیه 6 یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق، یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق. و سوره محمد آیه 38 ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. و سوره قمر آیه 7 خش عن ابصارهم يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر، خش عن ابصارهم يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر. و سوره حدید آیه 23 و 24 والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. پس این بود آیه های از قرآن عظیم شان برای ما و شما همچون تمرین در اینجا بیان کردن تا اینکه درست خواندن و خوب خواندن را بیاموزیم. پس این بود تدریب سیوم. و میگذاریم به صحیفه دیگر، صحیفه 15. در صحیفه 15
میگوید که الوحدة یعنی که بخش یکم، التحیة و التعارف یعنی که سلام کردن و شناسایی کردن، الدرس سادس درس ششم. لیکن ما و شما حالا در درس پنجم قرار داریم از کتاب العربیة بین یدیک. ثانیا دوم فهم المسموع. یکم در صفحه بالا ما و شما اصوات را گرفتیم، صوت ها را. انا در اینجا برای ما و شما فهم المسموع را میارد. فهمشی مسموع، الان چه که میشنوی. پس در اینجا ذکر میکند، میگوید که تدریب اولا یکم، تدریب یکم یعنی که تمرین یا مشق یکم. استمع میگوید بشنو، چقدر با دقت بشنو. ثم ضع علامت صحیح فی المربع المناسب. میگوید که اسمع بشنو، ثم ضع پس بگذار، ضع بگذار یا بیمان، علامت نشانه یا علامت این چیزی که در بین قوس میبینید، یعنی علامت صحیح بودن را فی المربع المناسب در چارکنجه که مناسب است. در برای هر یک صورت ببینید چارکنجه جای ها هست، در همین جا میگوید صورت را بگذار. پس درس گذشته هم بیان کرده بودیم که کسی این کتاب را صوتیش را داشته باشد میتواند که گوش باندازد و این علامت صحیح را در این صورت ها بگذارد. و ما برای شما یک چند مثال میاریم در اینجا، میتونید شما خودتون یادرس بکنید. یکم طالبه، در این داخل طالبه کدام است از صورت، پس شما علامت رو بگذارید. پس دیدین در رقم 6 این دخترچه طالبه هست. و همچنین طبیبه، در اینجا طبیبه در کجا هست؟ صورت ها را نگاه میکنیم، طبیب گفتیم مردانه میشود و طبیبه زنانه میشود. پس طبیبه در کجا هست؟ پس طبیبه را میآوریم و در بالایش صورت، در بالایش رقمی یعنی که علامت صحیح بودن رو میگذاریم، یعنی که این در رقم 3 این یکم این کی است؟ طبیب هست. و همچنین مهندسون، در اینجا ما و شما مهندس را جستجو میکنیم، مهندس در کجا هست؟ مهندس رو پیدا میکنیم، پس این مهندس است در رقم 5 یکم، یا در رقم 2 دوم این مهندس است، میتونیم که علامت رو بگذاریم. پس این رو میتونید از ثبت وقتی گوش که میکنید این علامت رو بگذارید، یا خودتون میتونید که هر یک صورت رو نگاه کرده اینها کی هستند در تاشون نوشته کنید برای فهمیدن و برای دانستنتون. و میگذاریم به تدریب دوم. در تدریب دوم میگوید التدریب الثانی، یعنی که تدریب دوم مشق یا تمرین دوم. میگوید استمع ثم ضع علامت صحیح فی المربع المناسب. گوش کن پس بگذار علامت صحیح را در چارکنجه که مناسب هست، یعنی رنگی به مثل بالاگی هست. همچنین چطوری که در بالا شنیدید در اینجا هم همچنین با دقت گوش میکنید و علامت رو میگذارید، یعنی که چی شنیدید. مثلا حاضر من برای شما میگم که هو صدیقی، اینجا در کجا هست؟ هو صدیقی کدامش است؟ پس شما باید بیابید صدیق رفیق کدامش است. یا که انت مدرسون، ما کدام را اشاره کردیم؟ در اینجا کدام صورت مدرس است؟ پس شما باید علامت بگذارید. یا که چطوری که در بالا هم ذکر کردیم می شود که شما خودتون یک چیز در زیرش بنویسید، یعنی که نام هر یک صورت چیزی هست در تگش بنویسید برای خوب فهمیدنتون. یا کسی صوتیش رو داشته باشد، آوازی این کتاب رو داشته باشد، با زبان عربی که صحبت میکند، میتوانید که اهمیت بدهید و علامت رو بگذارید. میگذاریم به صحیفه 16. در صحیفه 16 برای ما و شما می نویسد که الوحدة الاولا، یعنی که بخش یکم، التحیة و التعارف سلام کردن و شناسایی کردن، الدرس سادس درس ششم، لیکن ما و شما در درس پنجم قرار داریم. التدریب ثالث، یعنی که مشق سیوم یا تمرین سیوم. در تمرین سیوم برای ما و شما صاحب این کتاب چی بیان میکند؟ میگوید که استمع گوش کن ثم ضع الرقم فی المربع المناسب. گوش کن میگوید پس بگذار رقم را در چارکنجه‌ای که مناسب هست، رقم را در چارکنجه‌ای که مناسب است در این جایها بگذار. و مثلی در بالا ذکر کردیم به مثل همون هست این صورت ها را که می شود شما خودتان در زیرشان نوشته بکنید. و میگذاریم بعد تدریب چهارم. در تدریب چهارم میگوید که استمع، التدریب الرابع یعنی که تدریب چهارم، استمع الى السؤال، گوش کن به سؤال، سؤال اهمیت بده،
سوال چی است؟ سوال سخت گوش بکن. ثم ضع الرقم فی المربع المناسب. پس بگذار رقم را در چارکنجه که مناسب است. این صورت را دیدی و این مربع چارکنجه هایی که سفیدک در بری هر از صورت هست، اینها را که دیدی در اینجا میگه رقم را بگذار. این هم همچنین وابسته به چی هست؟ وابسته به ضبط یا صوتی. این کتاب را صوتیش رو کسی داشته باشه میتونه از اون استفاده بره. شما میتونید که در اینجا چیکار کنید؟ نوشته بکنید خودتان که از این صورت ها چی فهمیدید. و میگذاریم به صحیفه بعدیش، صحیفه 17. در صحیفه 17 برای ما و شما چنین پیشنهاد میکنند، میگه الوحدة الاولى بخش یکم التحیة و التعارف، سلام کردن و شناسایی کردن. الدرس السابع، این درسی هفتم هست. چطوری که ما گفتیم ما حالا در درسی پنجم قرار داریم، لیکن در کتاب در درسی ششم رسیدیم. در درسی ششم در اینجا برای ما و شما همچنین تدریبات میتید. میگه که الکلام، کلام یعنی که سخن، کلام معنایش سخن. میگه التدریب، تدریب یعنی که تمرین، مشق، مشقی یکم. تبادل الحوار مع زمیلک کما فی المثال. تبادلی یعنی گفتیم رد و بدل کن یا علیش کن، دگرگون کن. الحوار، حوار رو، حوار گفتیم گفتگو رو. مع زمیلک، همراهی همدرست. زمیل همدرس، کافی که در آخرش هست یعنی که تو، زمیلی تو یعنی که همراهی زمیلت. کما فی المثال، چی طوری که در مثال است. پس در این مثال ما و شما میبینیم که چی آوردگی است. مثال اسمی فاطمه انا مصریتون، انا من مصر اهلا و سهلا. در اینجا ببینید فاطمه بود، مصریتون بود، مصر بود. پس همین را به مثل انا همین کار کرد. ببینید فاطمه بود گفت که اسمی فاطمه، مصریتون بود گفت که انا من مصر، انا مصریتون. مصری خالی بود گفت که انا من مصر. پس اهلا و سهلا گفت یعنی که خوش آمدید. پس این شما خودتان میتونید کار کنید. محمود ترکیه، ترکیون ترکیه. محمود یعنی که اسمی محمود، ترکیون انا ترکیون، ترکیه انا من ترکیه. خدیجتون نام آدم، سوریتون از سوریه، سوریا سوریه. علیون نام آدم، پاکستانیون از پاکستان است، پاکستان نام دولت. احمد نام آدم همچنین، مصریون از مصر، مصر نام دولت. پس اینها را شما خودتان به مثلی که در اینجا دیدید به مثل همین چیکار بکنید؟ تیار بکنید و بسیار تکرار بکنید و بسیار گفتگو بکنید با رفیقایتون، با همراه کسانی که هم یک جا هستند با شما. میگذاریم به تدریب دوم، یعنی که مشق و تمرین دوم. تبادل الحوار مع زمیلک کما فی المثال. تبادل الحوار مع زمیلک یعنی که رد و بدل کن یا دیگرگون کن یا علیش کن. الحوار، حوار را مع زمیلک، همراهی همدرست. کما فی المثال، چطوری که در مثال است. در مثال ما میبینیم که هذا اخی هو مدرس اهلا و سهلا. ببینید در اینجا اخ مدرس فقط دو کلمه است، اخ مدرس. پس این را مثال آورد که نتر کارش میکنی، یعنی که هذا اخی، اخ یعنی که هذا اخی این برادر من است، مدرسون یعنی که هو مدرسون، پس در آخر میگی اهلا و سهلا. پس اختون خواهر، طبیبتون طبیبه، صدیقون دوست، مهندسون انجینیر، صدیقتون دوستی زنانه یا دوگانه، طالبتون طالبه، اخ طالبون، اخون برادر، طالبون طالب. پس اینها را همه همین کلمه هایی که خوندیم به مثل همین مثال که هست به مثل همین شما خودتان باید کار بکنید و همچنین بسیار تلفظش بکنید. و میگذاریم به صحیفه بعدی، صحیفه 18 از کتاب العربیه بین یدیک. در صحیفه 18 ما شما میبینیم که الوحدة الاولى یعنی که بخش یکم، التحیة و التعارف سلام کردن و شناسایی کردن. الدرس السابع درسی هفتم، لیکن ما شما در درسی پنجم قرار داریم اما در کتاب در درسی هفتم رسیدیم. التدریب، تدریب یعنی که تمرین یا مشق، مشق سیوم. تبادل الحوار مع زمیلک کما فی المثال یعنی که علیش بکن گفتگو را همراهی همدرست چطوری که در مثال است. پس مثال ما میبینیم که یکم میگوید السلام علیکم، این دوم میگوید که و علیکم السلام. پس میگوید کیف حالک،
میگوید بخیر و الحمدلله. ما جنسیتک؟ انا پاکستانی. اهلا و سهلا. این کلمه رو همش ما و شما در درس‌های گذشته ترجمه کردیم و اینجا حاجت و ترجمه نیست. فقط ببینید در اینجا یک پاکستانی، یک آدم پاکستانی را این همین قدر مثال آورد، همین قدر کار کرد. پس شما باید همین کار بکنید. یعنی که می شود که در اینجا در زیر ببینید ترکیتون هست، می شود که بگویید السلام علیکم و علیکم السلام، کیف حالکی؟ زیرا که زن هست. کیف حالکی؟ بخیر و الحمدلله. ما جنسیتکی؟ زیرا که زن هست. ما جنسیتکی؟ انا ترکیتون. پس میگید اهلا و سهلا. سوریون همین طور، مصریتون همین طور، ترکیون همچنین به مثل همین مثال کار بکنید و بسیار تلفظ بکنید و بسیار گفتگو بکنید. میگذاریم به تدریب چهارم. در تدریب چهارم اینجا آورده است که تدریب رابع، یعنی که تدریب مشق و تمرین چهارم. تبادل الحوار مع زميلك، یعنی که دگرگون کن یا علیش کن حوار همراهی هم درست، کما فی المثال، چطوری که در مثال هست. مثال رو میبینیم. ما اسمك؟ من این انت؟ هل انت ترکی؟ اهلا و سهلا. اسمی بدر، انا من ترکیه، نعم انا ترکیون. پس ببینید در اینجا بدر ترکیه بود و خلاص. انا همین را در اینجا این قدر کار کرد. پس طالب یکم میگوید که ما اسمک؟ نام تو چی است؟ میگوید اسمی بدر، زیرا که در اینجا بدر بود. اسمی بدر. من این انت؟ میگوید انا من ترکیه. ببینید ترکیه، انا من ترکیه. هل انت ترکیون؟ نعم انا ترکیون. اهلا و سهلا، خوش آمدید. پس اقبال نامی آدم هست. پس میشه شما بگوید که ما اسمک؟ میگوید اسمی اقبال. من این انت؟ اقبال نام مردانه هست. من این انت؟ انا من پاکستان. هل انت پاکستانی؟ نعم انا پاکستانی. اهلا و سهلا. انور همچنین نام مردانگی هست، نام پسر هست، از سوریه هست. سعید هم نام پسرانه هست، از مصر است. پس اینها را هم همچنین به مثل این مثال کار بکنید و بسیار مشق بکنید و بسیار تمرین بکنید. میگذاریم به ورق بعدینه ما. ورق بعدینه در کتاب العربیه بین یدیک، ورق صفحه 19. در صفحه 19 میگوید که الوحدة الاولى، یعنی که بخش یکم التحیت و التعارف، سلام کردن و شناسایی کردن. الدرس سابع، درس هفتم، لیکن چطور بارها از تکرار میکنیم. ما و شما در درس پنجم قرار داریم از درس‌های العربی بین یدیک، لیکن در کتاب در درس هفتم رسیدیم. تدریب یعنی که تمرین و مشق. تبادل السؤال والجواب مع زملائک، یعنی که دگرگون کنید سوال و جواب رو همراهی همدرس‌هایتون. همراه همدرس‌هایتون میگوید سوال و جواب رو دگرگون بکنید. پس در این سوال و جواب آوردگی هست. یکم اسمی محمد، ما اسمک؟ اسمی، پس شما نام خطانه در اینجا بنویسید یا نام خطانه بگویید. پس ببینید اسمی محمد، ما اسمک؟ باید تو بگویی، یعنی که نام من محمد است، نام تو چی است؟ اسمی مثلا نام خطانه بنویسید. ما اسمک؟ اسمی مثلا نام تا بنویس. ما اسمک؟ اسمی نام تا می نویسی. همچنین ما اسمک؟ اسمی فلانه گفته می نویسی. انا من ترکیه، من از ترکیه هستم. من این انت؟ انا من، بشه شما تاجیک هستید، اینجا تاجیکستان بنویسید. انا من تاجیکستان. من این انت؟ انا من تاجیکستان، همچنین باز بنویسید. من این انت؟ یعنی که از کجا هستی تو؟ انا من تاجیکستان، اینجا باز تاجیکستان بنویسید. یا هر کسی که از کدام دولتی هستی در اینجا دولت خودت می نویسی. من این انت؟ از کجا هستی تو؟ انا من تاجیکستان، من از تاجیکستان هستم. و در اینجا میگه انا ترکیون، من ترکی هستم. ما جنسیتک؟ جنسیه تو چی هست؟ جنسیه تو یعنی که تو تابعیت کدام دولت هستی یا پاسپورت کدام دولت رو داری. میگه انا، در اینجا میشه شما بگید که انا تاجیکیون، انا تاجیکیون. ما جنسیتک؟ جنسیه تو چی هست؟ انا تاجیکیون. ما جنسیتک؟ انا تاجیکیون. ما جنسیتک؟ انا تاجیکیون. یعنی چند بارها تکرار میکنی. به خاطر چی؟ به خاطر که در ذهنتون خوب بماند. پس در این زیر آورده است و در اینجا نوشته کرده است که میگوید یذکر کل طالب اسمه. یذکر یعنی که ذکر میکند
کل طالب، هر یک طالب، اسمه، نامش را. پس در اینجا می شود چند طالب باشد یا که یک طالب باشد چند بار نامش تکرار بکند. هر یک طالب بگه نام خودش باید ذکر بکند. یذکر ذکر میکند کل، همه طالبین طالب، همه طالب ها، اسمه یعنی که نامش را، اسم نام، هو همون طالب، نام طالب را. و اسم بلده، و هر طالب باید نام شهر خودش ذکر بکند. مثلا تاجیک هستی تاجیک میگوی، ازبک هستی ازبک میگوی، و قرغیز هستی قرغیز، روسیه باشه روسیه میگوی. و جنسیته، همچنین باید جنسیت چه بگوید. جنسیت یعنی که تابعیت، یعنی که از کدام دولت است، پاسپورت کدام دولت را دارد، اون را باید در اینجا ذکر بکند. پس در اینجا همچون در این زیر در قوس برای ما و شما همین چیزی که در بالا حالا گرفتیم همین را بیان کرد که باید هر یک طالب چیکار بکند، نام و چیزی خچه فامیل بگیم، نام و دولت و جنسیت خچه بیان بکند. و در اینجا میگه التدریب سادس، تدریب ششم. تدریب ششم در میگوید که عجیب، عجیب یعنی که جواب بده، عجیب یعنی که جواب بده. مثلا السلام علیکم در اینجا میگوی که و علیکم السلام. مسمک، مثلا میگوی اسمی محمد شریف، یا که هر کس نام خودش بنویسد. کیف حالک، بخیر و الحمدلله در اینجا بنویسید. من این انت، انا من تاجیکستان. ما جنسیتک، تاجیکی اگر پسر باشد تاجیکی، سوالم برای پسر است تاجیکی. هل انت پاکستانیون، در اینجا می‌نویسید نعم انا پاکستانی. هل انت من سوریا، لا انا من تاجیکستان. یا که در اینجا میشه بگیم که هل انت پاکستانی نیو و هل انت تاجیکستانی، در اینجا می‌نویسید که نعم انا تاجیکی یا تاجیکستانی. هل انت من سوریا، لا انا من تاجیکستان. بعد در آخر میگوی که مع السلامه، مع السلامه. و در اینجا همچنین یک یادرس دیگر میکنند، میگوید که تبادل السؤال والجواب مع زمیلک، یعنی که رد و بدل کن سوال و جواب را همراه رفیقت. همین چیزی که در اینجا دیدی همین همراه یک رفیقت، یک دوستت سوالش بده و قطعش گپ زن تا اینکه گپ زنید خوب شود و بهتر شود. پس این بود درس امروزه ما و شما از کتاب العربیه بین یدیک. پس اینها را شما میتوانید که بسیار تکرار بکنید و بسیار با رفیقا و دوستانتان گفتگو بکنید تا اینکه در ذهنتان خوب بماند. و درس امروزه را در اینجا به پایان میرسانیم و تا درس آینده یکایک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.